Hazır rahmat akajon, hazır rahmat. Xudovan davlat hayır ziyod kune. Allohu akbar. Sesmam bu yanuni دیگه هم میشود. ماله خوب. Assalomu alaykum. Afajon nasılsın? ما کجا نره بگی داک ندوکه. خدای پروردگار دولت hayır ziyod kune. چی مراد مقصدی که داره با مراد مقصد برسه. Allohu akbar. Hazır rahmat afajon, hazır rahmat. امروزا کورشید من رفتم. Aka hastım Ya akajon hastım Kaba xelanı ya taşsımını mı tante? Vah. Salam aleyküm apajon. Assalamu alaikum. Hastım Yes. ما کجا چند بگی داک ندوکه. خداوند پروردگار رو اینا رو با قبله میرسیم اپاجان. خداوند چی مراد مقصدی که داشته باشه با مراد برسونه خداوند همه وقت خونه توی خونه باشه. الله اکبر. رحمت اپاجان. رحمت. ماشین خشکی داشته اپا. این موزه شمشه. ای هستم ته. سلام علیکم اپاجان. سلام علیکم. یگام سنبوته اپاجان گشنه موندم راستی گپ. یگام سنبوته گشنه مونده. اینا ما کجا؟ اپاجان چی با همه وقت 50 میدادی با امروز 20 دادی؟ بخشیدو در جان بچه‌م از زند و دستم مرا بفهم کمتر وضعیت بزیبه. من نفهمیدم اپا. چی بچه تو نشاتی مزن میتیم با؟ یک دو سلام. و علیکم السلام. چه دقیقه ایستادم که زنگم نزدی پیشت اومدم. وقتی زنگ زدن نیست وقتی مشقه. 3 4 من همش فهمیدم همش فهمیدم. 10 امکی کیه السلام علیکم. السلام علیکم. امکی ترسوندی مایه. تو برو ترساندی قریب قربایی ای دستم غلطی تینجی ای میگم من بچت خواتیرم. چی خواتیری اوخه هر دود میگردن کو نصیب باشه 5 6 ماه پس توی میکنین آخی میگم امکی مشق دسته کو ای همی خواتیرم. تو شکرانه که دوست داشت ماش میکنه هم بزرگان میگن کو اگر خواهی که بردم و زیبا باشی با ورزش مشغول بشو ای امکی اسماعیل اینا یه مشیده مشق دسته کو علاقه چیزی خمیری خوردن پارت افتاد. و روز دختر جان همین آدمی که ماش میکنه باید خمیری نخوره او خمیری خوردن آدمو با فرمه میکنه ای کاراش مایلی باکو دیسکاتکا روی را بس کده عروض بازی را پارت افتاد. او ای کاراش نقص کو چی خیلی نقص؟ میترسم که باید که مرم نپرتویا. ای وای ای مرده که مرشینی دیگه همتری آخی. خیلی بخیزم با راست بیستم رقص کنم اگه نه. خونه خالم اینا اومدین ای میشبره سلام علیک آخی. کی اومده؟ خالم کتی کلینش. کی اومده؟ ای کی میکی همی جدنه. خیلی برای اگان دسترخانه اگان چه کدنشون بگی؟ وز من میوم. دسترخانی خالی هیچی نیست در خونه چرا برام بمانم شون؟ انا میکرتای 10,000 را نمیگیری تو حوزی مهمونو تا میگذروندی زنک. مردک بخی شرمندم نکنی با ما در همه اولادان گفتگیم که شوی ما به صدقه خانه نمیدرویا. بخی اگه اونجورا اگه اونسم قرض بگی اگه اون چی بگی بیا. بخی مردک شرمندم ای در همه اولادات صدقه تر زنکه با برام قرض کنم اگه اونجا. یه بوغا که همین هرچی همین لیفت هم هسته در هم میروی در هم میفروی ولی اگر همین لیفت کار نکنه داری 14 etaş برو گفته همینجا
همسایه سازی تو اینجا نه پیش خود رفته سلام رحمت سلامتی خوبه همه نازه اینجا همه راست میگم یک خدمت میکردی همسایه همه خونه همسایه مهمون اومده بیای مهمون برای مهمون او هیچ کم نبگی مهمونون بیا خونده بشینیم چای کمک کردم ای نه یک راست میگم من گفتم که همه یک سبسم قرض میداده هم مهمونو در اون چی میخریدم 100 تومون؟ نه ندارم 100 تومون ندارم همسایه اخیر کم راست بود باور کن راست پیش خودت اومدم کم شرمنده نکنه همین 100 تومن قرضم با ته همسایه من قرض گفتم نه من فهمیدم گفتم نه که من پول ندارم همسایه جون ای خیر که یک بکو گفتن میشه نمیویلی کارم میگیرم کو میاد پول قرض میتونم همسایه نه دو سه روز پس میشم میویلی کو میاد پول قرض میتونم راست دیگه بخی همسایه خواهم کیسم ده چند سنه باشه میتونم مایلا این 60 تومون بده 60 تومن 60 تومون 60 تومن اخیر مایل میشه 60 تومن 60 تومن هم میگیرم همسایه و چیزی دیگه قرضا میشه خیر بگم دیگه میو میگیرم ها اوفه این مردک هر روز بر وقت می اومد اینوش چیکو کده که ساعت شده اولم نیومده اول با اوتم در خونه غرغر میکنه این مردک خونه دامودم گرفتیم آدم نشد اوتا اوتا نبای میگم دیدی داماد دادگی تا چو کنه اینا 20 ساعت دی شب شده اولم نیومده با فکرم که پیش یکم عروس رفتگی همون عروس بازی میکنه دختر جون خیلی فکری بد نکن نخو آدم نسبت شوهرش فکری بد کنه خیلی ممکن ماشین زده شه انا جانم آمده مرد که خانه آمده ما بچه جانی رگی روش خانه وای نه میتونه باز بینه مازنک جان چی مرده؟ ای 4 تا تخم 450 گرم گوشت چه بار پدری تو بار شافیار نالد شافیار ناشیدم مرتو چی گفشی تاقا چی گفشی ما شما را در پیش سوف رو وردم شما در اینجا چیکو میکنه چیکار میکنم مرد مای دستک زدرم مانکو اخلان عقیب تا نگاه میکنی این 3 دولون چند مشهود کنم ماشین زده آمده با من فکر کردم شما ای ماشینی ما دیگه تیز رفته گفتم این مسافر دیگه تیز راه میگشته بابی خودش چی گپای چیکار پای نو آدم